من محمد رضا خدارم هستم و فصل دوم پولکست رو با هم ادامه میدیم. این قسمت رفتیم کافه هرمانوس، جایی که میخواستیم یه گفتگوی جدی اما خودمونی داشته باشیم. مهمون من دکتر صادق برادرانه، دکترای فن آفرینی از دانشگاه تهران، نویسنده و مشاور مدیریت، استراتژیست و رشد دهنده کسب و کار. صادق سالهاست روی هوش مصنوعی و تغییراتی که میتونه تو آینده بازار و بیزینس ها تأثیر بذاره کار کرده و حالا با هم نشستیم تا دقیق تر در موردش گپ بزنیم. تا آخر این گفتگو با ما همراه باشید. سلام، خیلی مخلصیم، خوش اومدین به این قسمت از پولکست. میزبان این قسمت کافه هرمانوسه و خدمت آقای دکتر صادق برادران هستیم. آقای دکتر خوش اومدین. سلام، خیلی خوشوقتم، خوشحالم خدمتتون هستم. انقدر بحث جذابه که سریع ورود کنیم به بحث. اگه امیدوارم. میخوایم در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم، البته با مفهوم غیر فنیش، چون باید اینو در نظر بگیریم که خود پولکست و حالا خود من خیلی آدم فنی تو این زمینه نیستم. یه خورده غیر فنیش اصلا توضیح بدیم بفهمیم چیه، بعدش بریم یه خورده بیزینسیش کنیم، یه خورده اطلاعاتمون زیاد. فناوری هوش مصنوعی به طور کلی بعد غیر فنیش خیلی مفصله، یعنی واقعا چون یه فناوری که اثر خیلی اجتماعی اقتصادی خیلی زیادی داره، بعد غیر فنیش قابل توجهه. نمیدونم شاید هنری کیسینجر رو میشناسید دیگه، وزیر امور خارجه آمریکا بود و مدت‌ها مشاوره میداد توی لایه‌های مختلف به مدیران و رؤسای جمهور تو ایالات متحده. ایشون میگه که توی کتابی نوشته توی این موضوع، میگه که من سال 2017 دعوت شدم به یه همایش درباره هوش مصنوعی. بعد خب جای مختلف دعوت میشده دیگه لابد. بعد اینو سریع رد کرده، گفته من نمیام، من اصلا بلد نیستم. بعد مدیر عامل سابق گوگل اریک اشمیت باهاش تماس میگیره که میگه من دعوتنامه رو برات فرستادم، بیا اینجا، اصلا ما بحث فنی نمی‌کنیم، بیا مهمه. و میره و بعد 2 تا کتاب مینویسه. اصلا آخر عمری کلا کیسینجر درباره موضوعات هوش مصنوعی خیلی صحبت میکرد که آقا آینده انسان‌ها ممکن اصلا تحت تاثیر قرار بگیره. حتی این کتابی که نوشته عصر هوش مصنوعی و آینده انسان‌ها، یعنی عصر هوش مصنوعی، حالا انسان‌ها جاشون رو پیدا کنن. برای همین ابعاد غیر فنی خیلی داره. فقط چون اول گفتگوییم ما میزبانمون کافه هرمانوسه و خب یه فضای عمومیه، هم در حال کارن. اگه صدایی میشنوین یا صدای محیطی هست صرفاً به خاطر فعالیت کافه است. آقای دکتر، اول یه صحبتی بکنیم راجع به این که اصلا اون هوش مصنوعی، این ترکیب کلمه از کجا میاد، چه اختلافی با اون اصلا هوشمند، یعنی شبیه هوشمندیه؟ هوش مصنوعی واقعا تعریفش سخت، یعنی یکی از ابعاد سختی تعریفش همین هوشه که چی هوشه اصلا. من یه مثال اگر بزنم براتون خیلی جالب باشه، بچه که بودیم همه میگفتیم که آقا دیگه آخر هوش گری کاسپاروف توی مثلا شطرنج کسی بهش نمیرسی. بعد میگفتن آقا شرکت‌های مختلف دارن یک ابزاری میسازن که بیاد مثلا با کاسپاروف ببرتش. بله. و آی بی ام ساخت یک ابر کامپیوتری ساخت و 3.5 برد کاسپاروف. و بعد کاسپاروف هم گفت اصلا این خب حالا بازی کرد برد ولی از شطرنج چیزی نمیفهمه که من انسانم، و کلی اعتراض کرد از این جنب. تا الان دیگه اصلا تو گوشیامون نگاه کنی همه اون ابر کامپیوتره هستش و الان مثلا کسی به بازی شطرنج تو گوشی نمیگه هوش مصنوعی پیشرفته، ولی اون زمان میگفتن بهش. بنابراین تعریف هوش کمی تغییر پیدا کرده. اینو باید بدونیم، بپذیریم. یه چیزی رو ممکنه من الان بگم هوش مصنوعی، مثال به عنوان هوش مصنوعی بزنم، 3 سال دیگه بگن آقا این چیز خیلی چیپی بود. از این هست. ولی به طور کلی بخوایم تعریف کنیم، یه فناوری دیجیتال که درباره هوشمندی ماشین و کامپیوتره. با هوشمندی مثلا چه می‌دونم یه موقع بود مدارس هوشمند، منظورش بود که تخت وایت بورد دارن، از این تخت هوشمندان اون کامپیوتر تو مدرسه پیدا میشه. یه جا دیدم نوشته بود هایپر مارکت هوشمند، اون نمیدونم تو نرفتم ببینم چیکار میکنه، ولی خب هوشمندی هم تعریفش آپدیت میشه. دقیقاً مفهومش این سختیشه دیگه، اینو باید بپذیریم. یا یه زمانی بود چند سال پیش میگفتن بلاک چین مثلا هوشمند، منفک از هر قانون یا بانک مرکزی. بعد
متاورس اومد، درست زمین می‌خریدن توی فضایی که معلوم نبود، یه سایتی بود میگفتن این زمینا جای خوبیه، گرونتره، مثلا یه همچین فناوری. اونا همه اونا شبیه از همین جنس بودن. بله اینا هم همشون فناوری دیجیتالن که بالاخره زندگی جدیدی برای ما ایجاد میکنن. حالا تو هوش مصنوعی ما بیشتر میگیم هوشمندیش رو میگیم آقا شبیه انسان باشه. حتی یه آزمونی داریم به نام آزمون تورینگ، میگن آقا اگر یک خروجی آمد، یه سوالی پرسیدیم، اون طرف یه انسان بود و یه ماشین بود، دو تا خروجی آمد، این کسی که اینور نشسته بود نفهمید که مثلا ماشین جوابشو داده یا انسان جوابشو داده، اینقدر شبیه بود، این دیگه هوش مصنوعیه. ولی الان حتی انتظارات از اینم بیشتر رفت. روی سوالم اینه که هوش مصنوعی هم مثلا متاورس نشه، نمیدونم هوش مصنوعی هم مثلا تفاوتی داره با اونا، مثلا بلاک چین نشه که جو همه رو بگیره، یه مدت همه صحبت هوش مصنوعی کنن، بعد 2 سال دیگه یه چیز دیگه بیاد تموم شه بره. اینا در یک توالی ان یا نه اینا از همون جنسه؟ میشه تا حدی اون شکلی میشه. منم یادمه ما یه کنفرانسی بودش بانک مرکزی برگزار میکرد، بعدش گفتش انقلاب مثلا بلاک چین دیگه کلا پول جمع میشه، اصلا پول همش بلاک چینه، مثلا شما باید یا بیت کوین داشته باشی یا اتریوم باید داشته باشی، با اینا باید. ولی الان میبینیم که اونا هستش، پول در واقع بهش میگن پول فیات، پول فیات هم هستش. تا یه حدی هر فناوری دیجیتالی که بیاد یه تبی داره، اولش میاد بالا، همه میگن واو چه کارهایی که نکند این دیگه تمومه، بعدش این چیزه میخوابه، این تبه میخوابه، ولی اثر میذاره. هم بلاک چین الان اثر گذاشته، هم متاورس اثر گذاشته و بازم اثر میذاره. یعنی ما تجربه زندگی تو دنیای متاورس رو احتمالاً تا یه حدودی هممون خواهیم داشت. ولی هوش مصنوعی مسئلهش اینه که این تبی که زده خیلی بلنده و اون اثری که میذاره خیلی گسترده است. خیلی جالبه. بعضی جاها مثلا هوش مصنوعی رو با فناوری برق مقایسه میکنن. الان تو زندگی ما جایی نیستش که برق نباشد. خیلی عجیبه دیگه، جایگاهش از نظر زیر ساختی مثل برق. بعضیا میگن نه مثل برق نیست، چون فقط اثر زیر ساختی میذاره اینجوری. مثلا همین کیسینجر تو کتابش میگه مثل فناوری چاپه. یعنی میگه که گوتنبرگ مثلا آمد کلا شیوه فکر کردن انسان‌ها رو تغییر داد. قبلا کتاب‌ها مال یک طبقه خاصی بود، بعدش برای همه شد و اصلا شیوه فکر کردن انسان‌ها تغییر کرد، دانش تغییر کرد و اینها شبیه اونه. به نظر من شبیه هر دوتاشه، یعنی هم فناوری چاپی گسترده که اصلا بدون اون نمیشه زندگی کرد. و به نظرم اصلا انقدر یه چیز مشترکی که هر دو تا صنعتی که مثال زدین دارن اینه که تو زندگیمون جاری و ساری میشه بدون اینکه دیگه بهش فکر کنیم. یعنی همراهمونه بدون اینکه فکر کنیم این چیز خاصیه. ولی خب یه آفتایی هم داره دیگه. مثلا شما چه میدونم تو این فضای تبلیغاتیه، تو این فضایی که مشاورای کسب و کار دارن، چه میدونم اینستاگرامتون که باز میکنید، اول ویدیو میگه که هنوز بیزینس تو با ای آی تلفیق نکردی، هنوز داری به همون مدل قدیم سند میزنی، مثلا مالی، هنوز داری فرآیندهات رو با نمیدونم فلان چیز آپدیت میکنی. آیا واقعا اینقدر تلفیق شده با بیزینس امروز، یا مثلا این یه شعاف تبلیغاتیه؟ من بخوام اینو جواب بدم باید در ادامه بحث قبل بگم که ما واقعا سرعت توسعه هوش مصنوعی خیلی سریعه. یعنی اصلا یه جوری شده که بعضاً دستگاه عاقله رو بعضی از دست دادن دیگه، نمیدونن چه جوری تحمل کنن در هوش مصنوعی، سرعتش خیلی زیاده. من نمیدونم این تجربه رو داشتی یا نه. مثلا یه دوره‌ای اگه خاطرت باشه ما روی چیزایی رو روی کاغذ می‌نوشتیم. من مثلا مسئول خود برد مدرسه‌مون بودم تو دوره دبیرستان، تو کاغذ می‌نوشتیم می‌زدیم به برد، روزنامه دیواری دیگه. روزنامه دیواری. بعد از این مدتی گفتیم آقا چرا می‌نویسیم بابا، بریم تایپ کنیم. کامپیوترها کم کم آمد تو مدرسه، آمد تو خونه، شروع کردیم تایپ کردن. بعد می‌خواستیم ذخیره کنیم، می‌رفتیم عکس می‌گرفتیم، دانلود می‌کردیم. عکسه باید یه حجمی می‌داشت که رو فلاپی جا بشه، یعنی این و اونورش رو میزدیم که عکس جا بشه. بالاخره فلاپی آمد، سی دی آمد، دی وی دی آمد، فلش آمد.
ولی اون سرعتی که ما احساس می‌کردیم یه جوری بود انگاری انتظار مردم از سرعت توسعه ذخیره سازی داده روی مثلا یه سخت افزار بیشتره. مثلا ما میگیم چرا فلاپی بیشتر جا نمیشه، چرا بر اساس نیاز تکنولوژی آره هی فشار می آوردن که شرکت ها مثلا چرا دوی سی دی و 700 مگ مثلا باید جا بشه، باید بیشتر باشه، بریم تلاش کنیم. ولی هوش مصنوعی الان اینجوری نیستش. یعنی شرکت هایی که لیدر شدن تو حوزه هوش مصنوعی، عمدتاً هوش مصنوعی مولد مثل چت جی پی تی و اینا الان توسعه‌ای که میدن بر اساس نیاز نیستش دیگه. اصلا مثلا من و شما از یا بقیه مردم از اینا خواستیم که چت جی پی تی 4 بعد برو 5 بیا، نه، یا این همه جی پی یو سوار کن، مثلا حتی نیروگاه اتمی دارن میسازن برای پشتیبانی از جی پی یو هایی که اون مثلا مدل میخواد ازش استفاده بکنه. نیروگاه خب پس هدف توسعهش چی؟ هدف این سرعت توی توسعه در بعد تکنولوژیک چیه؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی ته نداره. یعنی یک حوزه‌ای باز شده دیگه، شرکت‌های پیشرو، دولت‌ها به نظرشون اومده که دیگه ته نداره، ولی باید بریم. اگر نریم، یعنی رقابتی که بین ایالات متحده و چین هستش تو این حوزه دیگه خیلی ساده نیستش، یک جنگ بزرگی شکل گرفته و اینا موضوعات اساسی، موضوعات دیگه غافل نمی‌کنه این کشورها رو از این موضوع و میرن جلو. خب دوباره برگردم به اون سوال اون مشاور کسب و کاره که میاد میگه که اصلا آیا لازمه همه یه فرآیندهای یک شرکت با ای آی تلفیق بشه؟ آیا مثلا چه میدونم لازمه همه سیستم‌های مالی بر بیس ای آی بشه؟ آیا صنایع بالادست الان مثلا شما فرض کنید مدیر عامل یه پتروشیمی توی یک صنعت بالادست کشور هستید، اصلا هر جا یک شرکت در خارج از ایران تصور کنید، احتمالاً کلی به شما در واقع چیز وجود داره که اینو میشه الان با ای آی فلان کرد، اینو میشه با هوش مصنوعی بهمان کرد. در ایران که دیگه الا ماشاءالله. بحث سر اینه که اصلا اون مشاوره انقدر این حوزه رو میشناسه یا صرفاً یک قرار یک تلفیقی به معنی شاید ورک فلو انجام بده، یا قرار یه ای آی ایجنتی رو در خدمت یک ورک فلوی قرار بده، یا نه واقعا اینقدر ضروریه، اینقدر این تنور داغه؟ خب تکنولوژی که با یه سرعت خیلی سرسام‌آوری از بعد تکنولوژی هوش مصنوعی داره میره جلو، ولی اگر بخوام پاسخ بدم نه، واقعا نباید فکر کنیم خیلی باید مثلا بدون تفکر بپریم توی استخر هوش مصنوعی. ابدا اینجوری نیست. تو بعد کاربرد و تو بعد استفاده از هوش مصنوعی حتما باید با یه فکری، با یه برنامه‌ای، با یه اولویت بندی همه جای شرکت نیازی نداره همچین کاری اتفاق بیفته. اگر من به عنوان یه فردم تمام شؤون زندگیم نیاز نداره که من برم سراغ هوش مصنوعی، مثلا میخوام دیگه چه میدونم تصمیم بگیرم آقا خونه بخرم اینم بپرسم از هوش مصنوعی، یا مثلا هر چیزی به ذهنم برسه تربیت فرزند از هوش مصنوعی بپرسم. یا حتی من یک سری کلیپا دیدم که آدم احساسات مثلا عالی و روانی و فکریش هم از هوش مصنوعی مثلا کمک بگیره. خب اینا نیازی نداره به نظر من. توی الان بحث سواد هوش مصنوعی هم که مطرح میشه، میگم آقا یه رویکرد انتقادی نسبت به توسعه تکنولوژی داشته باشید. بعضی جاها استفاده کنید، بعضی جاها استفاده نکنید، ضرورتی نداره. برای شرکت ها هم این کلیپ ها رو هر کسی میبینه باید در نظر داشته باشه که اگر میخواد از هوش مصنوعی استفاده کنه باید روی برنامه استفاده کنه. بعد هوش مصنوعی ممکن است امنیت اطلاعات رو تحت شعاع قرار بده. شما نمیتونی همینجوری از یک ایجنتی استفاده کنی، از ابزاری استفاده کنی مثلا به ابعاد امنیتیش توجه نداشته باشی، بعد داده مثلا تمام مشتریات پخش میشه تو اینترنت. بنابراین نه، من جوابم اینه که تا حدودی اینها سوء استفاده است و اگر کسی میخواد واقعا از هوش مصنوعی استفاده کنه باید با یک سه صدری، با یک تفکری برنامه بریزه، جایی مناسبش تو زندگی یعنی کارش استفاده الان کنه. اینه که اولا لازم نیست تو همه چیزا قاطیش کنیم، خودش داره خیلی زودتر از ما قاطی میشه، یعنی پیش دستی براش فعلا نکنیم. دوما اینکه خب نمیخوایم هم خیلی فضامون انتقادی باشه بهش، بالاخره میخوایم یه در واقع رویکرد درستی رو بهش انتخاب کنیم.
با این پروسه به نظرم 3 تا سوال الان پیش میاد. یکی این که بیزینس‌های کوچیک کجا درگیرش میشن و چه استفاده‌ای میتونن ازش بکنن. 2 بیزینس‌های بزرگ کجا درگیرش میشن و 3 در شخص به شخص چه تأثیراتی رو ما میذاره. درست. من از آخر میشه توضیح بدم؟ آره. به صورت فردی که هر کسی هر جایی هستش یه حداقل تأثیرهایی رو گرفته و میگیره. ما هم تجربه کردیم، یعنی استفاده از مثلا چت جی پی تی، استفاده از جمینای، استفاده از انواع اقسام این ابزارها رو داریم استفاده میکنیم. شاید خیلی کم باشه اثر پررنگش، ولی به صورت فردی اگر من یه کارمند یه جایی هستم، مثلا طراح هستم توی شرکتی، ممکنه بهم بگن آقا شما هر روز مثلا 3 تا طرح میزدی، الان باید روزی 30 تا طرح بزنی، تازه میخوایم دوستات هم اخراج کنی، تو باید جای اونا هم کار کنی. این طبیعیه، اتفاق میفته، شاید هم الان تو کشورمون بعضی جاها اتفاق افتاده. برای همین این بعد فردیش به نظر من وجود داره، یعنی هر کسی باید یک استفاده بکنه. تو بعد مثلا سازمانی و شرکتیش 2 تا جنبه داره. یکی این که ما مثلا توی یه سری فانکشن های وظیفه‌ای، نمیدونم چقدر ساده میتونم اینو بگم، مثلا مثل منابع انسانی، مثل مالی، مثل خرید، تدارکات، اینا تو اکثر شرکت ها وجود داره دیگه، درسته؟ تو اکثر شرکت ها وجود داره و برای همین پروداکت های خیلی راحت تری و تعریف شده‌ای برای اینها در حال شکل‌گیریه. یعنی مثلا شما احتمالاً اگر که از یه نرم افزاری استفاده کنی برای مالیت، 1 سال دیگه اون نرم افزار مالی یه پلاگینی میده، میگه آقا اینم نرم افزار مالی، مثلا این ماژول هوش مصنوعی منم هستش، میخوای استفاده کنی، اولش رایگان ممکنه بده، بعد از 1 سال بگه پولشو بده. بله. پس این توی حوزه‌های فانکشنال به صورت خود به خودی اتفاق میفته و ما خیلی هم نیاز نداره که کار خاصی در این خصوص انجام بدیم. خدمات گیرنده ایم دیگه. اون شرکت خدمات دهنده هم خودش مدل ماسون هم میخواد بره یه تلفیقی بکنه. دقیقاً. کسب و کار اصلی شرکت ها هم نیستش، یعنی کار اصلی شرکت نیستش. مثلا من اگه شرکت پتروشیمی باشم، خب مثلا مالی که کار اصلی من نیستش یا اچ آر کار اصلی من نیست. من بنابراین اگه نرم افزار اچ آر دارم، منتظر میشم که ببینم اون نرم افزار دهنده آیا یک پلاگین هوش مصنوعی میاره بالا یا نمیاره، ماژول میاره یا بالا، من بعدش تصمیم میگیرم. اگر نیاورد اصلا میتونم سویچ کنم روی کسی دیگه. چجوری تو بیزینس‌های کوچیک و متوسط از هوش مصنوعی استفاده کنیم که خلق ارزش کنه؟ فعلا اولویت به نظر من اینه که اگر روی حوزه‌های فانکشنال مثل همون اچ آر و مالی و اینجور چیزا یه ابزاری آمد که خیلی ریسکی نداشت، از اون استفاده بکنیم تا تجربه بکنیم. این اولویت اول. توی حوزه‌های اصلی کاریمون هم اینا رو بیایم اولویت بندی کنیم. بیشتر جنس فعلی که هوش مصنوعی کاربرد دارد بیشتر تو کاهش هزینه است. شرکت بالاخره یا میخواد افزایش درآمد بده یا کاهش هزینه دیگه، بیشتر جنس کاهش هزینه‌ای هستش. ما یه چالشی که تو شرکت خودمون بود، هی میرفتیم با این کترینگ‌های مختلف قرارداد می‌بستیم، گفتیم آقا مثلا ناهار مجموعه رو شما بیا تامین کن. چالش داشتیم، یکی میگفت این چرا تنوعش محدوده، یکی میگفت نمیدونم این چرا کیفیت فلان غذاش بده، یکی میگفت من رژیمم غذای رژیمی نداره. رفتیم سرچ کردیم، دیدیم که مثلا اسنپ فود یه امکانی داره، هر کسی میتونه بره بر اساس علایقش، بر اساس رژیم غذاییش انتخابی انجام بده، همونجا کیف پول داره، شارژش میکنیم، پرداختش میکنیم، تنوع غذایی توش زیاده، پیشنهادایی که بهش میده بر اساس پیشنهادایی که مثلا هفته پیش انتخاب کرده و خب هزینه ما رو کاهش داد، حداقل دردسر ما رو که کاهش داد. هزینه این که بخوایم مثلا چه میدونم قسمت اداری ما هی بخواد بره یا قسمت خدمات شرکت هی بخواد بره صحبت کنه، مذاکره کنه، هی بخواد اعتراضا رو جمع کنه، دوباره ببره گزارش بده، خودش میره اونجا نظرش رو میذاره، خودش میره علایقش رو در واقع تغییر میده، هم هزینه ما رو کمتر کرد هم دردسر ما رو. یعنی این چون تجربه نزدیک به بیزینس خودم بود میگم، پس میتونیم یعنی خیلی دنبالش ندویم، اون تو بخشای خدماتی میاد سراغمون،
تو کور بیزینسمون هم بیسو بذاریم برای اینکه چجوری هزینه‌مون رو با استفاده ازش کم کنیم، یعنی جمع‌بندیم به این سمت. یه 3-4 تا گزاره من الان استخراج کردم از تو حرفای شما. این 3-4 تا گزاره رو میگم، اگر چیز شد یه خورده یا تکمیلش کنید یا تاییدش کنید یا اصلا بگید نه به نظرم برداشتم غلط بود. به نظرم الان من به عنوان یه صاحب بیزینس چیزی که نیاز دارم اینه که یه خورده برای پرسنل شرکت هم یه خورده سواد هوش مصنوعی رو آموزش بدم. به نظرم این که بدونن، یعنی توی موقعیت تصمیم گیری قرار میگیرن اون آدما، تو موقعیت تصمیم گیری تو محیط کار، وقتی بشناسنش و بدونن چه جوری قراره مثلا همون هزینه ها رو کم کنن یا ازش استفاده کنن، به نظرم نیاز به یک آموزشی الان وجود داره. درسته؟ این برداشت درستی هست. خواهش می‌کنم بفرمایید خواهش می‌کنم. بچه‌های هرمانوس اگر آقای دکتر چیزی میل می‌کنید، من اگر کاپوچینو هستش کاپوچینو. آره من یه چای به من بدین، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. آقا اشتباه نکنیم، ما قهوه بخوریم شما. نه اینجا قهوه‌اش خوبه. چون ما من چای بگیرم. منم چای سفارش میدم. تو خدا چای بیار. ما زیاد اینجا. جمله بعدی که به ذهنم رسید این بود که همینو بگم. بگین. آره این خیلی موضوع مهمیه. من میخوام که یه دفعه فکر اشتباهی نشه که ما گفتیم که خیلی هم جو زده نباشیم، به این معنا نیستش که هیچ کاری هم نکنیم ها. بله. حتما تو حوزه آموزش باید سرمایه‌گذاری کنیم. حتما باید دوره‌های آموزشی مرتبط بگذاریم، چون از نظر شغلی تغییرات بزرگی اتفاق خواهد افتاد تا 5 سال آینده و نه اینکه الزاما بگیم بسیاری از مشاغل حذف میشن، که حذف میشن ها، تعداد زیادی شغل ممکنه حذف بشه، حالا جاش نیست صحبت بکنیم، ولی حتما نیاز به یه سری آموزش ها بهش میگن آپ اسکیل بشن افراد، یعنی مهارت هاشون باید افزایش پیدا بکنه و حتی ممکنه از یه جایی شغلشون رو کنار بذارن برن یه شغل دیگه یا اصلا کلا ری اسکیل بشن. بنابراین حتما وجود داره باید آگاهانه نسبت به اینا یه کارایی کرد و رو افراد تأثیر میذاره. اصلا ممکن انتظارات از عملکرد افراد تغییر بکنه. وقتی انتظارات تغییر میکنه، اون فردی هم که تو شرکت من هستش میگه آقا خب آموزش به من بده. اگر انتظار داری هم آموزش باید به این بدی، هم باید دسترسی به یه سری مثلا زیرساختایی که وجود داره. اگر مثلا به من میگی که از به بعد بیشتر طراحی بکن، 30 تا طرح بزن، باید به من دسترسی استفاده از هوش مصنوعی های مولد حوزه طراحی رو بدی. برو اونا رو سابسکریپشنشون بخر، اشتراکشون رو بخر تا من بتونم استفاده کنم. بنابراین حتما نمیشه ول کرد پرسنل رو بگیم آقا ما مهارت می‌خوایم افزایش بدیم ولی هیچ کاری نمی‌کنیم. اصلا همون واحد مالی، مثلا مدیر مالی شما اگه داده‌ای نداشته باشه، از کجا باید بدونه که این ماژول هوش مصنوعی که اومد بخرتش، نخرتش، بترسه ازش، مثلا ترس نشر داده داشته باشه، نداشته باشه؟ همه هم که نمیتونی شما تصمیم بگیری. منطقیه که اونها یه آموزش اولیه‌ای ببینن که بتونن یه اکشن درستی در مقابلش بگیرن. اصلا الان خیلی جالبه محمد رضا بهت بگم که خیلی دارن درباره اینکه آقا فهم داشته باشید از داده. حتی یه مدتی مثلا تب استفاده از اکسل، همه از اکسل استفاده کردیم، کاهش پیدا کرده بود. اخیراً تو این سالهای اخیر خیلی میگن با اکسل کار کنید، بعد میگن فایدهش چیه؟ میگن یکی از فوایدش اینه که مفهوم استفاده داده رو بفهمید، مثلا داده چیه، اصلا میانگین چیه و چقدر اهمیت داره که ما به عنوان پرسنل و کلاً همه جامعه، حتی مسئولین، فهمی از داده، عدد، رقم اینا باید داشته باشن. اگر نداشته باشن که نمیتونن یه فهم درستی از هوش مصنوعی داشته باشن. یه 2-3 تا سوال کوتاه بپرسم، کوتاه جواب بدین، بریم سراغ بحث در واقع قسمت دوم بحثمون. هوش مصنوعی ناجیه یا نابودگره؟ سوال سختیه. هم میتونه نابودگر باشه، هم میتونه ناجی باشه و اصلا هیچ کدوم از این دو رد نمیشن. یعنی کسایی هستن که الان اعتقاد دارن میتونه نابودگر انسان باشه، تاریخ دادن، مثلا گفتن 2045 نابود میشه انسانیت.
و کسایی هم هستن که میگن ناجی میتونه باشه، کلا مریضی و مرگ طبیعی رو از بین میبره، بنابراین انسان ها دیگه نخواهن مرد به مرگ طبیعی. پس هر دوتای اینا هستش. منتها الان تو شرایطی که هستیم اینه که نه اینقدر واقعا ناجی 100% ما خواهد بود، نه نابود کننده 100% کلا انسانیت و اینها. یه چیزی بینابین، یک ابزار فوق العاده، همون برق حالت صنعت چاپ، یعنی یه چیز اینجوری در نظر بگیریم که بالاخره نسبت به گذشته تغییرات اساسی خواهد داشت، ولی اینکه دیگه دنیا گلستان شود یا ویران شود شاید فعلا نیاز نباشه ماها به این موضوع فکر کنیم. جانبدارانه است یا بی‌طرفه؟ اینم سوال خیلی مهمیه. متاسفانه جانبدارانه است. یعنی هوش مصنوعی که وجود داره الان تا حد زیادی الان دارن تلاش میکنن که جانبداریشو کاهش بدن. یک افراد مختلف اینو تست کردن. یکی از تست ها این بوده که رفتن گفتن که مثلا از چت جی پی تی خواستن که یک آتش نشان بکش که مثلا جایزه داره میگیره، بعد گفتن 10 تا از این تصویر تولید کن. 10 تا تصویر تولید کرده، هر 10 تاش مرد سفید پوست، یعنی هیچ آتش نشان زنی وجود نداره. حداقل چند درصد بالاخره وجود دارن، چند درصد سیاه پوست وجود دارن بالاخره، ولی اینا رو هیچ کدوم نگیره. بنابراین تصویر انگاری هوش مصنوعی اینه که آتش نشانه که جایزه میبره آتش نشان سفید پوست مرد. پس جانبداریش رو تو خیلی جاها داره که دارن تلاش میکنن این رو به حداقل برسونن. حتما مثلا اگه من به شما میگفتم 10 تا نقاشی بکشین از یه آتش نشانی که داره جایزه میگیره، یه دونه‌شو سیاه میکشیدین، سیاه پوست میکشیدین؟ ولی اگه سفید پوست میکشیدم شاید میگفتی جانبدارانه کشیدی دیگه، نجات پرستی رو خوش هیکل نمیکشیدین، مثلا یه خورده قد کوتاه، ولی نمیدونم در اصل اینم بر اساس کامیونیتی که خودش تو ذهنشه بکشه. ولی پس سوال اینه که جانبدارانه یعنی سوگیری داره. سوگیری داره، بله، چون با داده های دارای سوگیری توسعه پیدا کرده ها. بالاخره انسان ها همیشه داده دیولپ کردن، توی اینترنت گذاشتن، تو فضای مختلف منتشر کردن، اونا سوگیری داشتن. و سورس اینم همین. بله، اینم آموزش سوگیری داشته. خب و فکر کنم سوالی که الان برای همه پیش میاد، کشور ما سال 1404 و هوش مصنوعی، یعنی غیر از اینکه تو بیزینس بررسیش کردیم، تو شخص بررسیش کردیم، طبیعتاً اینکه این کشور قراره چجوری باش برخورد بکنه، قراره با توجه به حالا هم شرایط اقتصادی، شرایط کشور، جمعی شرایط که به امروز اسمش ایرانه و امسالی که سال 404 و هوش مصنوعی، این سه تا کلید واژه رو فکر کنم باید خیلی با هم دیگه تلفیقش رو بررسی. آره، قبل از صحبتمون هم یک گفتگویی داشتیم. واقعا من نمیدونم واقعا این رو باید این سه تا واژه رو ایران 404 هوش مصنوعی رو یا ایران 2025 هوش مصنوعی چه جوری می‌خوایم به هم پیوند بزنیم. ایران به ما و ایران به نظر من خیلی قابلیت داره که از هوش مصنوعی استفاده کنه و تو هوش مصنوعی دنیا موثر باشه. ما یک تعداد نیروی جوان قبراق تحصیل کرده داریم که علاقه‌مندن به موضوع و یه فرهنگ غنی داریم، داده بزرگ فرهنگی داریم. نگاه کنید موضوع هوش مصنوعی به تدریج وصل میشه به موضوع فرهنگ، فلسفه، شناخت دنیا، به اینا وصل می شود و ما تو اینجا فضا داریم. یعنی فکر کنید 100 میلیون انسان وجود دارن که شعرهای سعدی رو میتونن بخونن، بفهمن و باهاش رابطه برقرار کنن. یه موضوع فرهنگی رو حالا اگر که فکر کنید یک ابزارهای هوش مصنوعی وجود داشته باشن که سعدی گونه صحبت بکنن یا نه اصلا با سعدی مثلا غافل باشه، اصلا باهاش رابطه‌ای نداشته باشه، دو تا دنیای متفاوت شکل میگیره دیگه. خب برای همین ایران به طور کلی تو حوزه هوش مصنوعی از نظر تکنولوژی و فرهنگ میتونه موثر باشه. سال 404 یا 2025 ایران خیلی سال عجیبیه. یعنی ما مثل یک کشتی میمونیم که بالاخره یه جاهایمون سوراخ شده، آب داره میاد تو کشتی
بعد با زغال سنگ هم داریم کار میکنیم، بعد بقیه کشتی‌ها رو هم نگاه میکنیم اطرافمون، اینا دارن مثلا حالا قبلا با بنزین یا گازوئیل کار میکردن میرن روی سوختهای اتمی و اینها، حالا داریم فکر میکنیم من چیکار کنم مثلا ما هم بریم همین مسیر یا نه، ولی کشتی اصلا سوراخه داره آب میاد. اون قشر جمعیت بزرگی که وجود داره تو کشتی دارن زندگی میکنن چیکار کنن؟ برن بگن آقا من میخواهم تو این موضوع کار بکنم، یا برم پتروس گونه مثلا بیام اول غرق نشیم حالا بعد بریم سراغ این که واقعا نمیدونم ها. ولی اون کلید واژه سوم که هوش مصنوعی اینه که هوش مصنوعی وانمیسته. هوش مصنوعی در حال توسعه است، فاصله فقیر و غنی رو زیاد خواهد کرد، فاصله کشورها رو زیاد خواهد کرد. نگاه کنید ما خیلی جالبه برات بگم محمد رضا، من همیشه فکر میکردم که چون شرکت‌های برتر دنیا رو من رصد میکنم، مثلا خب آمازون وجود داره گوگل وجود داره، اینا شرکت‌هایی هستن که خیلی بی تو سی ان یا اکوسیستمی ان بیزینس مدلشون، یعنی یا با مشتری نهایی دارن کار میکنن یا بالاخره یه پلتفرمی ان، مثلا مثل اسنپ کنن، مثل تپسی میمونن که اکوسیستمی ان، یه دفعه 5 میلیون نفر آدم دارن تو این حوزه کار میکنن. خب همیشه میگفتم بزرگترین شرکت‌های جهان دیگه یا بی تو سی خواهند بود یا اکوسیستمی پلتفرمی خواهند بود، دیگه که شرکت بی تو بی پیدا نخواهیم کرد که بیاد مثلا تو رتبه‌های بالا مثل قدیم که شرکت‌های نفتی بالا بودند. ولی الان می‌بینیم بزرگترین شرکت دنیا انویدیاست که شرکت بی تو بی، این مشتریش که من نیستم که، و با فاصله رفته 4000 میلیارد دلار بالاتر داره ارزش گذاری میشه. آمازون رو گرفته، گوگل رو گرفته و بالاتره. بنابراین حتما فاصله ها تغییر پیدا کنه. حالا اینکه ما الان به عنوان یک ایرانی که یه پتانسیل بسیار بالایی داره، این مال من بود ولی خب حالا دست دارم. ایرانی که به نظرم میاد محمد رضا پتانسیل خیلی زیادی داره توی یک دوره‌ای به نام دوره‌ای که در حال شکل‌گیری عصر هوش مصنوعی هستیم. مثلا شما تو همین موضوعات اخیر در نظر بگیرید، استفاده از هوش مصنوعی تو جنگ واقعا عیان بود دیگه. یعنی مثلا شما احتمالاً الان اینا به یک توانمندی رسیدن با داده‌های بسیار زیاد که راحت هوش مصنوعی میگه که مثلا فلانی با 99% من میگم فلانی الان اینجاست بزن. و تحلیل سریع. بنابراین خب این یه فاصله زیادی میندازه. فکر کنید 3-4 سال آینده چی کار میتونن بکنن وقتی هوش مصنوعی یه ویژگی هم که داره راحت میتونه با فناوری‌های دیگه همگرا بشه، مثلا فناوری پهپاد با فناوری‌های اتمی، با فناوری‌های توزیع برق و آب و اینا، با فناوری‌هایی مثل بلاکچین اینا میتونه همگرا بشه، با فناوری‌هایی مثلا مثل انواع اقسام چیپ‌ها که حتی چیپ‌های حسی باشن، با اینا میتونه پیوند بخوره و نمایی اثر کنه و اثرهای نمایی بذاره و اونجا دیگه ما به راحت نمیتونیم فاصلمون رو برطرف کنیم. میشه همون جنگ عباس میرزا که آمد گفتش که من نمیفهمم ما این همه نیرو داریم، این همه تلاش میکنیم، بازم نمیتونیم عثمانی رو شکست بدیم. چرا؟ چون اون توپ جنگی داره. فقط توپ جنگی چیه؟ یه تکنولوژی دیگه. یه زمانی ما به خودمون آمدیم دیدیم که اون ساخته من نساختم و اگر به خودمون نیایم احتمال خیلی زیاد این فاصله امیدواریم کشتی اونا سوراخ شه. کشتی ما که سوراخ شه. و همین، خیلی ممنون اومدین. سلامت بشی. خیلی دست شما درد نکنه. ما حالا فکر میکنم موضوع انقدر جذاب هست و شما انقدر زمینه‌های مختلفی برای گفتگو دارید که شاید بتونیم یه قسمت دیگه‌ای هم پادکست میزبان شما باشیم. خواهش می‌کنم. و حالا اون گفتگو کوتاهایی هم که با هم دیگه انجام میدیم و منتشر میکنیم هم که اونا هم که احتمالاً میاد کنارش. خیلی ممنون تشریف آوردین. خیلی خوب بود. خیلی لطف کردین. امیدوارم که در واقع همراه پادکست بمونید، کمک کنید که بتونیم این داده رو، چون خود من یا خود پادکست چیزی نداره، هر چی داره از حضور شما میگیره
و امیدوارم که کنار پولکست باشید که بتونیم در واقع افزایش بدیم دانش رو در این زمینه. حداقل من خیلی دوست داشتم صنعتیش کنیم یه خورده، یعنی ببریمش توی یک صنایع خاصی بررسیش کنیم. حالا فکر کنم بتونیم تو قسمت‌های بعدی مثلا راجع به این صحبت بکنیم توی زمان دیگه، ولی خب الان تونستیم یه تعریف اولیه‌ای بدیم ازش. خیلی ممنون. فقط چون در مورد اسنپ گفتین، اگه اون پشتیبانی اسنپ که آنلاین شده هوش مصنوعیه؟ اونم میتونیم بگیم. آره من از اسنپ خواهش میکنم اینو برداره. من دوست دارم صدای اون آدم رو بشنوم، بهم بگه آقا شما حق داری مثلا غذا دیر شده ولی یه دقیقه دیگه میرسه. اون فقط میگه که آیا نیاز دارید به پشتیبانی؟ بله. غذا رسید؟ نه خیر. بچه‌م میگه من کاری نمیتونم بکنم، پیگیری میکنم بهت خبر میدم. این از همون نکاتیه گفتم بدون فکر و برنامه نمیتونیم استفاده کنیم از هوش مصنوعی. مثلا خیلی جاها آمار گرفته بودن که از چت بات اگر بخوایم استفاده کنیم مردم ناراضی میشن. بنابراین باید با برنامه تست کرد و استفاده کرد و اگر مردم راضی نبودن، مشتری راضی نبود، حتما اصلاح بشه. آره، یا بتونیم در مورد در واقع اپروچ جنریشن‌های مختلف به هوش مصنوعی صحبت بکنیم. اینم موضوع به نظر جذابی میرسه. دم شما گرم، خیلی ممنون اومدین. دم شما گرم این قسمت از پولکست رو دیدید. خیلی ممنون، خسته نباشید.